شماری از پناهجویان افغان امروز در پاکستان گرد هم آمدند تا نگرانی خود را از روند اخراج گسترده مهاجران ابراز کنند. معترضان میگویند بسیاری از آنان دارای کارت‌های معتبر اقامت هستند که توسط دولت پاکستان صادر شده، اما با وجود این خطر اخراج همچنان آنان را تهدید می‌کند. مهاجران تاکید دارند در حالی برای رسیدن به کشورهای ثالث در انتظار پذیرشند که اسلام آباد بی توجه به تعهدات خود اقدام به اخراج پناهجویان می‌کند. برای بررسی بیشتر این موضوع به استودیوی دیگر کاکتوس نیوز می‌رویم و با مسکا صافی صحبت می‌کنیم. مسکا سلام و وقتت بخیر. عجب وضعیتی است در پاکستان. از یک سو همین حکومت پاکستان کارت‌های اقامت موقت را برای مهاجران صادر کرده، از طرف دیگر همین حکومت پاکستان در حال اخراج همان کسانی است که خود حکومت برای آنها کارت صادر کرده. اتفاق عجیب و غریبی است. سلام و وقت بخیر مختار. یک تعداد از جوانان افغان در پشاور با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از حکومت پاکستان خواسته تا اخراج مهاجران دارندگان کارت POR یا Proof of Registration را توقف دهد. این کسانی که در کنفرانس اشتراک داشتند از پاکستان خواسته که 40 سال سفر را در پاکستان طی کردند و اکنون نمیتوانند که در چند روز تمام کارهایشان را جمع‌بندی کرده و به افغانستان بروند. اینها از پاکستان میخواهد تا کارت های POR که به اینها داده شده را تمدید کند. البته تعداد دارندگان این کارت به 1.3 میلیون نفر میرسد و این کارت هایشان اکنون منقضی گردیده و پاکستان هم گفته که از آغاز سپتامبر سال جاری اینها از پاکستان اخراج می‌گردد. البته یک نگرانی خیلی بزرگی در میان افغان‌هایی که در پاکستان زندگی می‌کنند ایجاد شده، به ویژه محصلین و کسانی که مشغول درس و تعلیم در پاکستان هست در پوهنتون‌های مختلف. آنها می‌گویند که چطور بتوانند تمام درس و تحصیل خود را بگذارند و به افغانستان بروند. به همین دلیل اینها از پاکستان می‌خواهد که حدود 3 الی 4 الی 5 سال را به اینها داده شود تا اینها بتوانند که به افغانستان دوباره برگشت کنند. از سوی دیگر این مهاجران افغان نیز از UNHCR می‌خواهد که کسانی که اراده رفتن به افغانستان را دارد باید با آنها کمک کافی صورت بگیرد. کمک فعلی که به اینها تعیین شده که تقریبا 100 الی $150 هست خیلی کم هست و اینها می‌خواهد که از UNHCR البته خواست می‌کنند که باید به اینها کمک کافی صورت بگیرد. و از سوی دیگر یک تعداد از جوانایی که نمایندگی از معلولین می‌کردند آنها هم حضور داشتند و گفتند که معلولین نمی‌تواند در حال حاضر به افغانستان برود، زیرا فرصت‌های کاری نیست. و نیز در رابطه به وضعیت زنان و دختران این جوانان صحبت کرده و گفتند که دختران و زنان که در پاکستان مشغول کار و درس و تحصیل است اگر به افغانستان بروند با چالش‌ها و محدودیت‌های کافی روبرو می‌گردد. بعضی از این جوانان نیز گفته که پاکستان می‌خواهد که با تمام افغان‌ها با داشتن ویزا و پاسپورت به پاکستان بیاید، در حالی که پالیسی ویزا خیلی سخت است و حتی تمدیدی آن را نیز به دست آوردن نمی‌تواند. یک تعداد از این جوان‌ها صحبت کردند، نظرشان را می‌بینیم و می‌شنویم. ویزا نمیده دولت پاکستان، اگر هم بته بسیار زیاد قیمت است که از توان ما نیست و اگر دولت پاکستان به ما ویزا بده ما میتونیم زندگی کنیم به راحتی، به خاطر که ما ویزا ندارم حتی نمیتونم مکتب پاکستانی برم در اینجا. POR کارت چې د تقریبا چې یو 15 کاله وخت ورکړی شي دوی ته مطلب ده ځکه چې 15 کاله دوی دلته ژوند زندگی کړې ده. 15 کاله ژوند زندگی دلته تیرول دا په یو میاشت دوه کې نه راغونډېږي ځکه چې دوی کې 15 کاله تیر شوي دي. دې کې مشران دي، دلته د خلکو پلار نیکه قبرونه دي، د هغه رشته داران دي، کار روزګار دغه چې راغونډي نو دا په میاشت دوه دریو کې کال کې نه کیږي. در اینجا ما کنفرانس مقصد ما بود که در اینجا زیاتر شاگردان در مکتب است، دویجا دخترها هم از بچه هم دیجا درس میخوانه. اونا نمیتونه که مثال اونا در دیجا بانه و اونا افغانستان بره. کارت های POR کارت هایی است که از سال 2006 به این افغان ها داده شده توسط پاکستان و چندین بار این کارت ها منقضی گردیده. این بار هم در پایان جون سال جاری به پایان رسیده بود و بعد از آن تمام افغان ها فکر میکردند که شاید پاکستان دوباره این کارت ها را تمدید کند، ولی این بار تمدید نشد و از تاریخ 31 جولای به این سو پاکستان گفته که دیگر باید کسانی که دارندگان این کارت هست هم از پاکستان اخراج گردد. از سوی دیگر پلان اخراج تمام مهاجران افغان را از سال 2023 پاکستان آغاز کرده و این تصمیم طوری بود که پاکستان گفته بود در مرحله اول کسانی که دارندگان یعنی به اسناد هستند و
پاکستان آنها را غیر قانونی میگوید از پاکستان اخراج میکند و بعد از آن کسانی که دارندگان کارت ACC بود که اخراج آنها اکنون هم دوام دارد و در مرحله سوم گفتند که کسانی که دارنده کارت POR هست را از پاکستان اخراج میکند. بله. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو مسکا صافی، خبرنگار کاکتوس نیوز در دیگر استودیو. سپاسگزار از